بدأ الإسلام غريبا، الإسلام غریب آغاز شد و سیعود غریبا و پس دوباره بازگشت به غربت میکنه. کما بدأ قسمی که آغاز شد فطوبى للغرباء، خوش به حال غربا. قیل و گفته شد و من الغرباء یا رسول الله، که غربا کیستن ای رسول صلی الله علیه وسلم؟ گفت رسول صلی الله علیه وسلم الذين يصلحون اذا فسد الناس، کسایی که اصلاح میکنن. الذين يصلحون اذا فسد الناس يصلحون، یعنی کسایی که صلاح پیدا میکنن در حالی که مردم همگی به فساد چی شدن، مبتلا شدن. اینا مردمای صالح هستند در میانشون. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم درباره غربت همی است. اول غربت از نگاه زبانی معنی چی است؟ که غربت که است مثل یک شخص مسافر. در زبان عربی در مسافر غریب میگن. یعنی غریب به این معنی که نفر از یک جای مثلا از یک منطقه بیرون، مثلا کسی از افغانستان میاد در اسلام آباد و لاهور در اینجا مسکن گزین میشه، نه با زبان آشنا است، با هیچ مطلقاً آشنا نیست. این را به نام غریب میگن. غریب به خاطر میگن که مطلقاً اونس گرفته نمیتونه، در واقع اونس چی نیست، با هر چیز ناآشنا است، هر چیز برش اجنبی است، هم زبان هم قوم، هر چیز برش. یعنی غریب این دلالت به غربت میکنه که انسان در زندگی میکنه احساس غربت میکنه، احساس وحشت به این میکنه که این کسا با من نیستن، از نگاه زبان مثلا با من نیستن. اما در اصل در دین وقتی که ما میگم غربت، یعنی غربت در دین معنیش به این است که انسان در زندگی میکنه یا همگی مردم، اکثر مردم فاسد هستند و کسایی هستند به چیزی که با قرآن و سنت متمسک نیستند. در اینجا مردمای پیدا میشن که با قرآن و سنت متمسک میشن و انگشت شمار میباشن. اینا غربا هستند، ولو که در بین اهل و قوم و خانواده خودم باشن، ولو در بین کسایی باشن در میان کسایی زندگی کنن که اونا با زبان ازی نطق میکنن، هم زبانش هستند. به هم نگاه در این منطقه اینا متنزیز کردن در بین خانواده خود، اما در میان خانواده خود غریب است. به این خاطر غریب به این است به چیزی که متمسک است قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم دیگه مردم متمسک نیستند. اسلام که اول غریب آغاز به این بود مردم کم اندک بودن. اول رسول صلی الله علیه و سلم بعد اندک مردم 3 نفر 4 نفر 5 نفر به این شکل، در حالی که همه جامعه مکه که بود جامعه بود که آلوده با شرک و با فساد و با فجور و با همه چیز بود. ببینید که رسول صلی الله علیه و سلم با افراد اندک و اینا کسایی بودن در جامعه خود غریب بودن، همه مردم با اینا مخالفت بودن، کارهایی که اینا میکردن همه ادارت به مخالفت با این مردم میکرد، مردم از جا عادت نداشتن با این مسائل. از خاطر ببینیم که قرآن کریم به اشاره میکنه در جای مختلف، پس خود به خدا به این میکنه که اسلام همیشه که غریب آغاز شد یک چند نفره و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که روز فرا میرسه خب اول اسلام غریب آغاز شد، چند نفره بودن. همیشه که دایره اسلام در مکه وسیع میشه، حتی در وقت دعوت مرحله مکی اسلام بعضی جاها میرسه، در داخل عرب میرسه. همیشه که ببینین که باز رسول صلی وقتی که هجرت میکنه در مدینه اینجا نظام تشکیل میشه، اسلام از غربت بیرون میشه آهسته. اسلام شکل به خود شکل منطقه‌ای و شکل جهانی رو به خود میگیره. اما امروز که ما شما زندگی میکنیم، امروز که جایی که مشاهده زیست میکنیم، در ظاهر همگی مسلمان هستن، همگی مدعی به هستن که ما متمسک به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، در حالی که متمسکین اصلی به الله و رسول صلی الله علیه و سلم اونا مردم غریب هستند، در غربت زندگی میکنن، مطلقاً در غربت هستند. یعنی وقتی که اینا چیزایی را مطرح میکنن مردم با اینا مخالفت میکنن، همه چیزی نه مردم با اینا مخالفت میکنن. در اینجا رسول صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میگه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، خوش به حال غرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ غرباء کی هستند یا رسول الله؟ قال الذين يزيدون اذا نقص الناس. یزیدون یعنی به ایمانه که اینا در ایمانشان، در علمشان، در معرفت تقوایشان روزانه اضافه میشن، در حالی که امی عناصر کس در طرف مقابل روزانه از او کاسته میشه، کم شده. یزیدون اذا نقص الناس، این در حالی که مردم از این عناصر کس در مردم کم شده میره، علمشان، معرفتشان، شناختشان به الله عز و جل، معرفتشان به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حالی که طرف مقابل غربا که هستن اینا از همه چیز، از سلوک، از ایمان، از علم و تقوا روز به روز چی میشه الله عز و جل به این چیزایی زیاد میافزه الله عز و جل. در حدیث دیگه که عمش روایت میکنه رسول صلی الله علیه و سلم میگه قال رسول ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام غریب آغاز شد و سیعود غریبا کما بدأ، بس دوباره غریب بازگشت میکنه، اسلام غریب میشه، اسلام مثل فطوبى للغرباء، خوش به حال غربا. قیل و من الغرباء، گفتن که من الغرباء، غربا کیستن یا رسول صلی الله علیه و سلم؟ قال النزاع من القبائل،
اینان افراد نزاع است. افراد نزاع از قبایل به این معنی که از هر قبیله مثلا افراد جمع شدن، 5 نفر از او قبیله، 10 نفر از او قبیله، 8 نفر از او قبیله، 9 نفر، همه در یک جا اینا کی هستن؟ نزاع من القبایل هستن. 5 نفر 6 نفر اینا غربا هستن. یعنی به این معنی کسایی هستن که با چیزی که قبایلشان به او متمسک است، با او عادت گرفت، اینا مخالفت کردن. به این معنی که وقتی که چون اسلام از مخالفت با هوا و نفس و خواهشات است، اینا متمسک به قرآنشان در حالی که قبیلشان از اسلام تا به حال هم دور است. پس در اینجا ما شما پیدا میکنیم 5 نفر عمران ما شما رو مشاهده میکنیم. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و آله به این خاطر برادران میگم که در میدان دعوت که انسان باید صبرش که باید داشته باشه و بزرگترین دستاویز امامی از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و بزرگترین مژده برای ما است، یعنی سند پیروزی و کامیابی که ما شما در این متمسک شیم و این را کس حتما این ما را به جنت میبره، راه موصول به جنت رسید، به جنت حتما منتهی میشه. این به این وجه که ما در این مطلقا شک نداریم به این چیز. این که ما اختیار کردیم این راه حتما به جنت راه است که حتما به جنت چی میشه موصول میشه میره. خود صرف این مسئولیت ما است که آیا ما در این راه گام میمانیم یا نمیمانیم، مشکل ما است. آیا ما این راه به میرای مستقیمی که ما اختیار کردیم واقعا ما را این توفیق ما پیدا میکنیم که به این راه گام بمانیم، یعنی اینه که مثلا ما منحرف شیم. اما به این شک نیست که این راه کس در این راه مطلقا شک نیست که راه موصل به چیز به الله عز و جل و رضوان الله عز و جل. ببینید در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم میگه و فی حدیث عبدالله بن عمرو قال، در حدیث عبدالله بن عمرو قال النبي صلی الله علیه و سلم ذات یوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و نحن عنده و در حالی که ما در نزدش بودیم، طوبى للغرباء، خوشا به حال غربا. قیل و من الغرباء، گفتش یا رسول الله صلی الله علیه و سلم غربا کی هستند؟ قال ناس صالحون قلیل فی ناس کثیر، مردمای صالح اندک کم در میان مردمای فی ناس کثیر، در مردمای خیلی زیاد. یک جمع بسیار کلان از مردم است، این مردم غربا کسی نه مردمای اندک می باشند داره. من یعصیهم، کسایی که نافرمانی از این مردم میکنه، از غربا را میکنه، اکثر ممن یطیعهم، اونا بیشتر از کسایی که از اینا اطاعت میکنه. این خود به خود در ما شما یک تصاعد هستن برای ما یک مجده هست. یعنی بیماند دیر ما شما چی کنیم؟ رای که اختیار شده، رای که ما شما الحمدلله اختیار کردیم کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، دیر ما شما گام می‌نیم و اکثر کسایی که با ما مخالفت میکنن ما مردمای زیاد میرسن. اما کسایی که از ما اطاعت میکنن میگن از این غربا اطاعت میکنن که الله عز و جل ما شما در میان از غربا قرار بده. اینا کسایی هستن که مردم اندک میباشن. قال احمد، حديث امام احمد است، ان احب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب شيء الى الله الغرباء، دوست داشتنی ترین محبوب ترین چیز نزد الله عز وجل غربا است. قیل و من الغرباء، گفته شد که غربا کی هست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال الفرارون بدینهم، کسایی که به خاطر دین خود فرار میکنن. فرارون این اکثر فرار میکنن از دین، به خاطر دین خود، یعنی به خاطر دین از یک منطقه دیگه فرار میکنن. به این خاطر تا به این باشه که اینا نگهبان به خاطر که دین خود بتونن درست نگهداری کنن. خب اینا به این شکل ادامه پیدا میکنن، این پروسه ادامه پیدا میکنه. یجتمعون الی عیسی ابن مریم، اینا کسایی هستند که در اخیر در نزد عیسی ابن مریم جمع میشوند، یوم در روز قیامت در نزد عیسی ابن مریم جمع میشوند. بخاطر عیسی ابن مریم هم که بود غریب بود، هر نبی در میان قوم خود در اوایل غریب بود و عیسی علیه السلام تا به آخر غریب بود در میان قوم خود. پس خود به خود دارد به این میکنه که چی است؟ این پروسه میشه ادامه داره به این شکل غربا که هستن و در آخر با چی؟ با عیسی ابن مریم جمع. در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره طایفه منصوره میاد که اینا کسایی هستند که در حالت جنگ هستند، قتال، و آخرشان که با عیسی علیه السلام یک جشن علیه دجال میجنگه. در حدیث دیگه رسول الله است که بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوبى الغرباء. قیل و من الغرباء، غربا کیا هستند یا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي، کسایی که سنت مرا زنده میکنن و يعلمونها الناس، و برای مردم را تعلیم میدن. دو دقایق نشستن تا سنت به خود اندازه ساختن و يعلمونها الناس. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم است که وقال نافع میگه از مالک روایت میکنه دخل عمر بن الخطاب المسجد، عمر بن الخطاب مسجد داخل شد، فوجد معاذ بن جبل جالسا الى بیت النبی صلی الله علیه و سلم، دید که معاذ بن جبل تکیه کرده به خانه رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی به دیوار خانه، و هو یبکی در حالی که گریه میکرد معاذ بن جبل رضی الله عنه. فقال له عمر ما یبکیک یا ابا عبدالرحمن، گفت چی چیز تو رو میگیری یا ابا عبدالرحمن؟ هلك اخوك ای برادر وفات کرد.
قال لا قلنا خير ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث قف ما تسمي كده كي حبيب ما حديث قفتا صلى الله عليه وسلم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا في هذا المدى قالك ما ادري منزل بودن فقال ما هو عمر الخطاب ما هو حديث شيء اسكر الرسول صلى الله عليه وسلم قفتا قال قف ان الله يحب الله عز وجل دوسرا الاخفياء جمع خفي يعني كسك مردم بانو درست نمشناسن مردم باو شناق ندارن إذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم شرح ما يكون كنا وشناق وصل الأحفياء حفير ميجن حفي كسر ميجن كي خيل إنسان زكار أنش ميجرا وخيل إنسان نيكو كارس. الأتقياء مردماي التقي الأبرياء مردماي باكيزان إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين إذا غابوا لم يفتقدوا كسايك وقتك حاصل نمیشون لم يفتقدوا کس در جسلوشن کس نمیبرایکینا کیاس یعنی مردم هستن کنا در جامعه قدر قیمت ندارن اگر در مجلسی در منطقی در جای مثلا غایب شدن کس در جسلوشن نمیبرای و اذا حضروا لم يرق وقت در مدرسه حاضر میشن شناختن نمیشون قلوبهم مصابيح الهدى در حال قلبهایشان است چراغهای هدایت است يخرجون من كل فتنة حمياء مظلمة يناز هر فتنة كور تاريخ اليوم ماشان يعني فتنة وقت كمان الله ينار نجاتنا هذا فتنة ينار نجاتنا بس ما مش صفات دار لكن مردم التقي هستن مردم هستن كل إنسان بينه أنس قرفت ميتنا تيجا مردم التقي ومردم باكيزي هستن أما در جامعة كسياسات ندارن ترى جامعة كسا ما جامعة مادي مباشر مردم يرجع دكار روانة تناشر دكيد روانة هستن دين باز ابن قيم رحمه الله ميجا فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون بس ينام غرباء هستن يا در القرآن الكريم مدح شدن ممدوحون هستن در سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مغبوطون إنا كسايستن كده وقت الروز القيامات مردم بينا خبتا ميكونا كي كاش ما همتر منازل ميداشتهم اي كاش ما در حالات دينا قرار ميداشتهم كي بحمت درجات عليا ومنازل رفيع است در قيامات ميرسيدين ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء وچون بسيار كم اصلا از خاطرنا غرباء ناميده شدن فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات بدون شك أكثر مردم مكسر مردم كستن هذه صفات برخوردار نستن هذه صفات كيناطن فأهل الإسلام في الناس غرباء من آل جالب ابن القيم رحمه الله وقت شرح ما يكون إيرا إيش قدر شرح زيبا ما يكون فأهل الإسلام في الناس غرباء مسلمان درمیان همه امتها کس غریب هستند مثلا ما شما رو نمیبینیم که مسلمان ها به شکل عام همه مسلمان ها رو بگیریم درمیان همه مردم ها غریب هستند در غربت هستند و اهل السنة الذي يميزونها من الاهواء والبدع فهم غرباء و درمیان مسلمان ها که هستند و اهل العلم في المؤمنين غرباء و مردم های صاحبای علم که هستند دانشمنده و فقها و محدثین اینا درمیان مؤمنان باز غرباء هستند دیگه غرباء همه مسلمان ها هست أهل العلم درمیان مؤمنين غرباء هستن سيد وأهل السنة فهم غرباء بس أهل السنة درمیان أهل العلم كس إنا غرباء هستن در مقابل أهل البدعة وأهل الخرافات كس والداعون إليها وكسائك دعوات ما يكونن بتجيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصابرون على أذى المخالفين كسائك صابر ما يكون شكيباي ما يكون بيأجتك بينام يرسل هم أشد هؤلاء غرباء غربت اهل السنة كلام ساختر بخاطر خیلی مردم از اهل السنة است اما کسایی که به سنت دعوت میکنن کسایی که متمسک به الله و رسول میشن اونا بس درمیان اینا غریب هستن ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا اما بدون شک امینا که هستن اینا اهل الله هستن فلا غربت عليهم اینا مطلقا غربت احساس نمیکنن بخاطر غربت از نگاه دنیوی غریب هستن و اینا اهل الله عز وجل هستن قرآن بشر میگه الذين قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سورة آمد أكثر شانزاز قرآن میگه که وإن تطع أكثر من في الأرض اگر تو اکثر مردمایی که در زمین هستند پیروی کنی و اطاعت کنی يضلوك عن سبيل الله در رضای الله عز وجل گمراه میسازن فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله پس اینا غرباء هستند فالغربة غربة أهل الله وأهل سنة ورسوله بين هذا الخلق وإن غربتي أسكي ابن القيم رحمه الله التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها كأهل الرسول صلى الله عليه وسلم مدح كذا الأخير باز ميك وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان ويجي جالب است ابن القيم اشاره میکنه که غربت کس احتمال در یک جای باشه در جای نباشه مثلا شما احتمال در یک جای سنت کس
الحمدلله اکثر مردم در منطقه متمسک میباشند. از این منطقه که بیرون میشی در احساس غربت مثلا میکنی. وقت دون وقت، در وقت غربت باشه در وقت مثلا غربت نباشه در منطقه مثلا و بین قوم دون قوم، و درمیان قوم غربت باشه احساس کنی و احساس غربت کنی که مردم به اسلام متمسک نیستن. اما در شاید در دنیا من مردم شاید در قوم باشه که بری همه متمسک به اسلام باشه اکثرش و در اونجا احساس غربت نکنی. پس اینا کس اهل غربت کس، اینا اهل الله هستند. چرا؟ فانهم لم يأووا الى غير الله، اینا کسایی هستند که بغیر از الله عز وجل پناه نبردن، فقط پناه الله عز وجل بردن. ولم ينتصبوا الى غير رسول صلی الله علیه وسلم، و غیر از رسول صلی الله علیه و سلم انتصاب نکردن، انتماء و گرایش نکردن، فقط انتصاب به کی کردن؟ به رسول صلی الله علیه وسلم. ولم يدعوا الى غير ما جاء به، و بجز سنت به چیز دیگه دعوت نکردن. و هم الذين فارقوا الناس، اونا کسایی بودن که از مردم دوری کردن، از مردم جدایی کردن. احوج ما كانوا الیهم، در حالی که خیلی به این به امرای مردم خیلی محتاج بودن. امروز را مشاهده میشه کسایی که اهل غربت است. فاذا انطلق الناس يوم القيامه، و در روز قیامت وقتی که مردم رهسپار میشوند مع الهتهم، با الهه ساختگی و خدایان ساختگی خود، بقوا فی مکانهم، اهل غربت در جای خود استاد میشن. فقال لهم برشان گفته میشه الا تنطلقون حيث انطلق الناس، ای شما رهسپار نمیشن در حالی که همه مردم رهسپار شدند با این الهه خود. فیقولون میگویند فارقنا الناس، ما این مردم در روز در دنیا از اینا جدا شدیم. و نحن احوج الیهم من اليوم، و امروز بی جدایی سختر محتاج هستیم. و انا ننتظر ربنا، و ما منتظر رب خود هستیم، الذي كنا نعبد، رب لك ما عبادت میکردیم. باز ابن قیم رحمه الله به این اشاره میکنه که غربت است که اصلا غربت دنیوی است، اما در حالی که اینا این مردم که مردم اهل الله هستند، با اینکه اکثر مردم با اینا مخالفت میکنن و اکثر مردم چی میکنن؟ از اینا فرار میکنن. در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم درباره غربا میگه رب اشعث اغبر، رسول صلی الله علیه و میگه که شاید شخصی باشه که مثلا با اشعث اغبر اینه که موی جولیده داشته باشه و از نگاه مثلا ظاهر آدمی چی نباشه، مثلا که در جامعه مثلا کسی بپذیره. غبارالود ذی تمرین دارد به این میگونه که لباسش هم مطلقاً کسی باشه که انسان فقیر باشه، لباس کنی و تن داشته باشه، موی جولیده داشته باشه، غبارالود باشه، لا یؤبه له، مطلقاً به او اعتنا صورت نمیگیره. لو اقسم على الله لابره، این کسی اگر قسم بخوره به الله عز وجل، الله عز وجل قسمش چی میکنه؟ قسمش راست به این میگه مثلا قسم بخوره که الله عز وجل بیکار نمیکنه، الله عز وجل بیکار نمیکنه برازی. لا یؤبه به او اعتنا مطلقاً در مجالس گپا صورت نمیگیره. بعد در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه و سلم میگه الا اخبركم من ملوك اهل الجنه، ما شما از پادشاه اهل جنت با خبر بسازم؟ رسول الله میگه قال بلا، گفتن چرا نیا؟ قال كل ضعيف اغبر، هر انسان ضعیف غبار آلود ذی تمرین که لباس کنی و بطن دار لا یبلغ بیتنا صورت نمی لوقسم الله لها برا. وقال الحسن البصری رحمه الله میگه المؤمن في الدنيا كالغريب، مؤمن در دنیا مثل غریب است، لا يجزأ من ظلها، از ذلت دنیا هیچ وقت زوفازه نمیکنه، ولا ينافس في عزها، در عزت دنیا با کسی مسابقه نمیکنه. للناس حال، مردم میگه حال دارن وله حال و او حالت دیگه دارن. الناس منه في راحه، مردم از راحت هستن، و هو من نفسه در حالی که در نفس خود چی است؟ از نفس خود در تعب و در چی است؟ در خستگی است. بخاطر غریب است میخواد انسان مسافر در منطقه داخل میشه مطلقا تمام به دنیای مردم نمیکنه. مسافر در جای منطقه داخل شد برای 4-5 روز میخواد کار خود انجام بده، از منطقه پس دوباره بیرون شه و بخاطر اینکه قلبش متعلق با جای دیگه هست، وقتی که داخل میشه نه به عزت از مردم کار داره نه به ذلتشان، هیچ مطلقا نه مسابقه برپا میکنه در عزت با این عزت دینوی، نه در ذلت جزا و فازه میکنه، فقط کار خود میکنه پس بیرون میشه. انسان مومن متحرک میداشته باشه من غریب، فقط یک چیزی که مکلفات ادا میکنه حضور از این منطقه چی میشه بیرون میشه. و من صفات هؤلاء الغرباء، و صفات هذه الغرباء چی است که رسول صلی الله علیه و سلم میگه التمسك بالسنه اذا رغب عنها الناس، تمسک به سنت رسول صلی وقتی که مردم از سنت دوری میکنن، از سنت رغبت پیدا نمیکنن، دور میشن از سنت. و ترک ما احدثوه و ان كان هو المعروف عندهم، و همچنین گذاشتن او کارهایی که
با اینکه مردم او عادت گرفتن هم مخالف با سنت است اینو میگذارن. 3 وتجريد التوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس. تجريد التوحيد به معنی که خاص توحید به الله عز وجل. اگه چه که مردم با این مخالفت کنن، این مردم چطوری توحید نو دموکراسی کفر اسی عجیب چیزی که حالا کل مردم اینو پذیرفته، من ایسا اصلی پذیرفته شده توحید همی است. توحید قاضیش همی است که ما باید کفر باید بوردیم. وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله. ممكن انتساب بغير الله ورسوله چه میکنن میگذارن. بل هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده، فقد هنا منتسب الله عز وجل استن وبرسوله صلى الله عليه وسلم استن، وإنا كسائستن القابضون على الجمر حقا بحق در حقيقة إنا كسائستن آتشفار را بدست خود گرفته. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم در آئنده حالت و شکل میں کہ تمسک به اسلام، التزام به اسلام و مساوی چیزی است که انسان بدست خود آتشفار را گرفته باشه، آتشفار را که دستش بسوزانه اما را بدست خود گرفته. به این خاطر این دلالت به این میکنه که انسان امروز که متمسک به اسلام باشه، ما شما خودمون مشاهده میکنیم که حالت در چی حالتی است. تو بطان داره به اسلام آباد چی که ما کل ما اینجا نشستیم، اما بهترین وامی است که بهترین انسان فعلا در پاکستان همی است که بهترین همون کسی بیرون گیری کنه، اما کار دست ما ساخته است، بسیار کار دست ما ساخته است. وقتی که الله جل ما رو مکلف به جهاد ساخته، بیمانه که ما رو مکلف به چیز ساخته که ما کار کرده میتونیم، ما الله ما رو مکلف میساخته کور از نیو برد اونجا ببر. بعضی کسا به این فکر است این اصلا خود یک چیز خطرناک که بعضی مسائل مطرح اجتماع میشه. اسلام که دین یسر و سادگی است و الله عز وجل کس ما رو به چیز مکلف ساخته که ما در توان ما هست، بلکه علمای حسنات بیستن که جاری که ما الله مکلف ساخته از این موضوعات توان داریم انسان ها، اما از رحمت و شفقت الله و مهربانی الله عز وجل است که ما رو به چیزای اندکی مکلف ساخته. اما گفتی مال بهترین انسان همو است، بهترین انسان که فقط به این مردم گریه کنند یا در مجالس مثلا از یادآوری شوه و احساس اندوه و حسرت و غم اینا کنند. بهترین انسان همی است، در حالی که مطلقا دست ما چیزی نمیرسه و میبینه که مسلمان ها به این شکل شدن که امروزی مازید فردا لگم مازید حالت به یک شکل گید. یا هات چیز غربت اسلام است. در جای دیگه ابن قیم رحمه الله ما فقط مختصر اختیار میکنم میگه که وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات. چگونه میگه مردمایی که متمسک به الله، چگونه میگه اینا مردم غربا باشن؟ بخاطر که اینا دو 72 فرقه کس اینا جدا شدن، اینا فرقه است متمسک به الله، در حالی که دیگه فرقه ها چی است؟ اتباع که دیگه فرقه ها خود پیروا دارن، ریاست دارن، مناصب دارن، ولایات دارن، ولا يقوم لها سوق الا بمخالفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن مردم اهل اهواء واهل بدعت اهل خواهشات اینا هستن، اینا جمله کسایی هستن که مطلقا اینا بازار برشان برپا نمیشه مگر با مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم. چرا؟ به خاطر که مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم هوا و نفس انسان میباشه که مخالفت با این میکنه. در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که ببین حدیث رو ان شاء الله چی میکنیم. از ابي ثعلبه الخشنی روایت میشه که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن هذه الآیه، که مرتضی از این آیه سوال کردم که ای الذین آمنوا کسانی که ایمان علیکم انفسکم الزموا انفسکم، به ایمان شما نفسای خود بگیرین، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما را ضرر نمیرسونه کسایی که گمراه شدن. من ضل اذا اهتدیتم، وقتی شما هدایت شدین و کسایی گمراه شدن، این گمراهی شما را مطلقا ضرر نمیرسونه. بعضی کسا دیگه تقسیم استنباط کرده بودن برداشت، بعضی کسا شاید علاقه بعضی کسا باشن و اینکه شما فقط من نفسای خود محکم بگیرین و کسی مردم نباشین که مردم کار نمیکنه. رسول الله هم چی میگه؟ فقال اساسا گفت بل ائتمروا بالمعروف، شما با معروف یکی دیگر عمل کنین و تناهوا عن المنکر، یکی دیگر از منکر نهی کنین، تا وقتی که حتی اذا رأیت شوحا مطاعا، وقتی که بخل دیدی بخل که مورد اطاعت قرار میگیره، یعنی بخل که مطلقا مثل بخل که میبینن که متجذر ریشه پیدا میکنه، مطلقا مثل چیزی که میخوب شود در اون که یک نفرون به انسان اعماق انسان ها و هوا متبعا و خواهش که مورد پیروی قرار بگیره و دنیا مؤثره و دنیایی که مردم رو چی میتن؟ او را فضیلت میتن، او را برتری میدن و اعجاب کل ذی رأی برأیه، ممکنن هر ذی رأی هر صاحب رأی را میبینن و مرای خود چی است؟ و مرای خود معجب است، یعنی به ایمان که مرای خود خوش داره مطلقا از رأی خود پایین نمیشه. که قال و قال رسول میگه نه بس همی
بسیار کسان مشاهده کرده باشیم هر قدر که برای گفته شما میگه نی رای ماست قال رسول گفته شما میگه نی صحیح است قال رسول میگه قبول دارم بچه‌شون به سر گپا و ما اوضاع فیزا باید دیده میگه باید کار کنیم در تو حالت کس فعلیک بخاصة نفسك در حالت کس تو باید متوجه نفس خود باید باشی ودع عنك العوام و مردم بگذار فإن من ورائكم أيام الصبر بدون شك بعد شما کس ایام الصبر است روزهای صبر است روزهای که صبر میخواه الصبر فيهن مثل قبض على الجمر والصبر میگذارد مثل دیت که انسان آتشپاره با دست خود بگیره للعامل فيه خوب متوجه باشین للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که کسی که در ایام غربت متمسک به اسلام میشه اجر پاداشش کس مثل اجر پاداش 50 نفر است 50 نفری که در روزای عادی متمسک به اسلام تو این صحابه چه میگه قلت یا رسول الله اجر 50 منهم یعنی اجر پاداش 50 نفر از آنها رسول الله چه میگه لا قال اجر 50 رجلا منكم اجر پاداش 50 نفر از شما یه دلالت به این میکنه که چرا به این خاطر که شما در میان ما زندگی میکنین متمسک به سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستیم شما فی الحقیقت غربت مطلقا نمیکنین در حالی کسایی که بعد شما میاین نمر دیدن تمسک به غربت حالت را به خود میگیره که مردم با اینا مخالفت میکنن پس اینا در حالت مثل حالت عادی که شما الله را عبادت میکنین اجر 50 نفر شما رو چی میکنن اینا میگیرن در جای دیگه میگه ابن قیم رحمه الله فهو او میگه غریب است در چی خود غریب است غریب فی دینه لفساد ادیانهم همه ادیانشان به فساد گراییده شده در حالی که میگه در دین خود غریب است غریب فی تمسکه بالسنه غریب است که متمسک به سنت است در حالی که مردم متمسک به بدعت هستند غریب فی اعتقاده لفساد عقائدهم مردم عقایدشان به فساد گراییده در حالی که عقیدهش که عقیده صحیح و صاف است اما غریب است غریب فی صلاته لسوء صلاته در حتی در نماز خواندن خودم غریب است بخاطر که مردم کس در نماز خودم کس نماز برپا میکنن در نمازشان فساد سری باشن مشاهده میکنیم در واجبات در مستحبات در دیری که الله جل شما توفیق بده غریب فی طریقه حتی در راهی که اختیار کردن میگه چی است این غریب است در حالی که مردم راه دیگری اختیار کردن غریب فی نسبته حتی در نسبت خدا مخالف هستند اینی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به کسای دیگه میکنن ببین ما شما بزرگترین برادران کلان مشکل تنظیم‌های اسلامی گذاشتن و فعلا وجود در عالمی است برادر همیشه باید این منایس نقاط منفی است این وقتی که ما میگیم دلت بیان میکنه که ما اینا همیشه بکوبه لذا الحمدلله خیر زیاد است ما ببینن که هر تنظیم کسی یک رهبر با خود انتخاب کرده مثلا یک جماعت میبینه با خود یک رهبر انتخاب کرده در مجالسشان که بشینی در مجالس که نشسته شب روز امرشان بگذرانی یک بار حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله گوش نمیشنوی فلانی گفت فلانی گفت اگر پیش تبلیغا بشینی میگه زکریا قندیل بگو اگر پیش خانه بشینی میگه حسن بنا گفت اگر پیش تحریه بشینی میگه تقیدین نبهانی گفت اگر پیش همیشه که پیش سلفیان بشینی شیخ عبدالوهاب از این مطلقا نمیگذارین بس شانم میشه حالت به یک شکل با خود گرفته و هر کسی مطلقا یک عاشق یک رهبر شده یک نفر مثلا یک کتاب را خوانده بس مطلقا از امو استنباط برات میکنه در حالی که برش میگه قال الله قال رسول صلی الله علیه و سلم ما یک حدیث در ابو داود در باره قضیه عراق و بسیار مردمی را ما مطرح کردیم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم نپذیرفتند صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وقت که حدیث ابو داود از حدیث حسن با سند حسن روایت میشه که حدیث قابل احتجاج است رسول صلی الله علیه و سلم میگه حدیث بر شما سابقا باز بکن تکرار میکنم که عراق بنا قندورا بعض مردم یک منطقه به نام عراق در بصره اینا داخل میشوند در پیش نهر به نام دجله میشه دریا به نام دجله این منطقه ای مردم میگیرن مردم کس به 3 گروه تقسیم میشه بعضی مردم از اینا امان میخواین کافر میشن بعضی مردم کس به زراعت تجارت اشتغال پیدا میکنن رسول الله میگه هلاک و هلاک شدن بعضی مردم با اینا میجنگن طفل زن خود پشت خود نمیگذارن اولئک شهدا اینا شهدا هستن کل علمای شرح میکنن که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضیه عراق نه در مسئله عراق نیست که رسول الله یک معجزه رسول صلی الله علیه و سلم چی بالای چنگیزیا یا چی بالای فلان صلیبیا تطبیق شود این حدیث عام است اساسا که هر کشور که اشغال شه مردم سیاست به خود میگیره خب این سه حالت با کسی بویی که رسول الله لفظ کفرو که کافر شدن نمیپذیره باید نگی خود درست از خود ما از فلانی عالم میدونیم از فلانی عالم چیزش میگن یا مثلا ما کلمه خب با یه حدیث چی میکنی
ما برادران مشکل به است که ما به این باشیم که همی عظمت و قدر رسول صلی الله علیه و سلم نیست. این باید ما در قلب‌های برادران باید پیدا کنیم. پیدا به ایمان کنیم که ما تو حالت باید برسیم که با همه چیز ما مخالفت هم باشه رسول صلی الله علیه و سلم. ما رو مطلقاً به دیوار بزنیم. چی با باطل ضرورت نداره مطلقاً. ما به نیست که ما جهنم به اجزا بخریم به رهبرا بخریم. و احتمال رهبر مطلقاً ما رو به مکلف بین کرده باشه که شما همیشه پیروی مثلا ما را کنید. اما کسایی که بعد از اونها میاین اونا مردم شوم باشن. مردم شوم باشن که به این مردم مثلا اکثر مثلا میاد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یا می شیخ خواجه عبدالله شیخ رحمه الله تعالی کتاب ما شما چی میکنیم. ببینید این مردم علیزاده مردم چی جور کردن. مثل بت‌های که اینا چی میگن مردم اینا چی جور کردن. اینا بت‌ها است که مردم پرستش میکنن. خب غریب فی معاشرتی در معاشرت خود در تعامل خود با اینا غریب است. مردم یک نوع تعامل دارن یک تعامل دیگه دارن. در بالجمله میگه خب بالجمله میست فهو غریب فی امور دنیا و آخرت. چی در امور دنیای خودم در امور آخرت خودم غریب است از مردم. لا یجد من العامه مساعدا ولا معینا. از مردم میگه نه مساعد پیدا میکنن نه کمک کننده پیدا میکنن. فهو عالم بین جهال در بین جهال کسی عالم است. صاحب سنت بین اهل بدع صاحب سنت در بین میان اهل بدعت است. و امر بالمعروف ببین صفات سمیه است و معروف امر میکنه. ناهی عن المنکر و از منکر نهی میکنه. بین از قوم که المعروف لديهم منکر معروف در نسل منکر است و المنکر معروف منکر بس المعروف است. در میان از قوم کل سرچپه بعض مردم میفهمه که منکر معروف است نه بس قوم کل چیز سرچپه است. و چیزی که تو امر میکنی مردم میگن تو امر میکنی این کار بد است و این کار نکن. بدون شما اشاره کردن کار بهترین انسان همی است. میگی بسیار صفات همی است که بسیار میگی خوب است که کار مردم غرض نداره. بهترین صفت فعلا در انسان همی است پیش عوام پیش اکثر مردم همی است. میگی آدم که بسیار خوب آدم است بخاطر که مردم ها کار نداره. همی اکتفا میکنه الله عز وجل و یکی یختصر شرح مختصر کرده ابن قیم رحمه الله و یکی خودی شرح مختصر است. والله عز وجل ما شما پس ما به این باشیم برادران که اهل غربت به شکل می باشن. ما متوافقین الله عز وجل ما شما از اهل غربا بگردانه که متمسک به قرآن و سنت شویم و در میدان دعوت کسی میشه بین رسول صلی الله علیه و سلم برادران با یک فصاحت و بلاغت رسول صلی الله علیه و سلم که مؤید از طرف الله عز وجل به الله پشتیبانی میکرد الله عز وجل دفاع میکرد. مردم با رسول صلی مخالفت کردن. بس ما شما کیا باشیم که ما مردم مخالفت نکنیم. ما باید مردم ما مخالفت کنیم. و این مخالفت کس باید صورت باید بگیره. صلی الله علیه و سلم محمد